من فکر می‌کنم الان مردم خیلی منتظرن که ببینن این نامبرای ما، این عضوای ما به کجا رسیده. 100%. برای همین راجع به آینده ازتون پرسیدم که با توجه به شرایطی که ایران داره آینده رو چطور خب ما قول داده بودیم که تا 3 ماه میایم تا ببینیم چی میشه. خب تعداد عضوایی که ما تا به امروز گرفتیم هنوز به 20000 تا نرسیدیم و خیلی فاصله داریم. یعنی تعدادی که ما الان در اصل داریم 1299 میگیریم حدود 14000 تا شاید باشه، 13000 تا باشه. پس ما هنوز 7000 تا کم داریم. بله. حدود 6500 تاش اون آخرین بند پولیه که ما گذاشتیم که ارزون ترینش که 2.99 و خب اون ما هنوز کم میاریم به اون مبلغی که بعد برسیم. همینی هم که ما الان اینجا نگه داشتیم با کمال پررویی اینجوری همه چی گرفتیم و داریم سعی میکنیم که بتونیم بمونیم. آخر هر ماه ما کم میاریم، یه چیزی از جیبمون باید بذاریم. بله. و این محدوده، این نمیتونه ادامه پیدا کنه. این با این پولی که الان هست که بازم کمه، یعنی داریم از اون پولی که تونستیم ریز بکنیم از اول دیگه آخرای اون پوله. شاید ساده‌تر اینطوری بتونیم بگیم که اون مدت زمان 3 ماهه که پخش آزاد شد ما فقط تونستیم تبدیلش بکنیم حالا به 5 یا 6 ماه، ولی هیچ چیز گارانتی نشده. اگر شما کسی پیدا کردی که حاضره یه مقدار پول بدون سوال بدون هیچی فقط همینجوری بده، میتونی بهشون بگی بیان عضو بشن، اون شاید بهتر کار بکنه. شرایطی خاصی الان. منظور درست وقتی من بچه‌ای هستن اینجا که دارن میان اینجا 6 روز هفته کار میکنن، پول 3 روز دارن میگیرن، من اول بعد یه کاری کنم اونا بتونن زندگیشون تامین بشه. تا کی میتونن 3 روز هفته پول بگیرن بیان سر کار؟ خب این معنی نمیده.